سلام، به 8مین جلسه از آموزش‌های دکوراسیون داخلی دیمه خوش اومدید. یکی از مهمترین مبحث‌های دکوراسیون که شاید کمتر بهش اهمیت داده بشه، بحث نورپردازی اونه. اگه ما نورپردازی مناسبی نداشته باشیم، همه زحمتایی که بابت دیزاین و چیدمان فضامون انجام دادیم هدر میره. معمولاً ما نورها رو به 4 دسته تقسیم می‌کنیم. نورهای سراسری، نورهای متمرکز، نورهای کاربردی و نورهای دکوراتیو و تزئینی. نورهای سراسری معمولاً این نورها رو به عنوان نور عمومی میشناسن که هم میتونه شامل نورهای طبیعی باشه که از خورشید میاد، هم میتونه شامل نورهای مصنوعی باشه. قوی ترین منبع نوری فضامون مثل لامپ‌های سقفی و لوسترها به عنوان نور سراسری شناخته میشن. نورهای متمرکز این نورها برای ایجاد تمرکز در بعضی از قسمت‌های یک خونه تعبیه میشن، به ویژه نقاط کانونی. مثلا لامپ‌هایی که بالای یک تابلو نصب میشن یا دیوارکوب‌هایی که مخصوص روشن کردن بعضی از قسمت‌های خونه‌اند به عنوان نورهای متمرکز شناخته میشن. نورهای کاربردی همونطور که از اسمشون پیداست برای بعضی از کارا کاربردهای خاص دارن، مثل چراغ‌های رومیزی، چراغ مطالعه یا بعضی از چراغ‌های سقفی که تو ارتفاع پایین‌تر نصب میشن، مثل چراغ‌هایی که روی میز ناهارخوری تعبیه میشن. همه اینها جزو نورهای کاربردی محسوب میشن. نورهای دکوراتیو و تزئینی این نورها شامل نورهای تأکیدی هستند که بیشتر جنبه تزئینی دارن، مثل آباژورها، مثل نورهای نقطه‌ای که شامل شمع‌ها و ریسه‌ها میشن. همه جزو نورهای دکوراتیو و تزئینی هستن. خب توی این قسمت میخوایم یکم راجع به نور طبیعی و تاثیر اون توی دکوراسیون با هم صحبت بکنیم. نور خورشید از سمت شرق طلوع میکنه و به سمت غرب غروب میکنه. پس بیشترین نور روز رو قسمت جنوب فضامون داره. پس بهتره که نشیمن و پذیراییمون در این قسمت قرار بگیره که بیشترین تایممون رو اونجا سپری میکنیم و به نور بیشتری احتیاج داریم. قسمت شمال فضامون هم اختصاص پیدا بکنه به آشپزخونه و اتاق خواب‌ها که نور ملایم تری رو دارن. نور طبیعی علاوه بر خاصیت روشنایی که داره، باعث انرژی مضاعف در فضای ما میشه. پس بهتره که هرچه بیشتر از نور طبیعی استفاده بکنیم و اگر امکان پنجره زدن نداشته باشیم، از نورهای سقفی و پاسیو استفاده بکنیم. تو این بخش میخوایم به نورپردازی قسمت‌های مختلف یک فضای مسکونی بپردازیم. نورپردازی سالن پذیرایی، آشپزخونه، اتاق خوابا و سرویس بهداشتی. مهمترین قسمت خونه سالن پذیرایی و نشیمن اونه. پس نورپردازی اونم اهمیت چند برابری داره. بهترین منبع نوری که میتونیم در این قسمت استفاده کنیم لامپ‌های سقفی و لوسترها هستن. هرچند که بهتره برای این فضای حساس و پر استفاده از آباژورها، هالوژن‌ها هم استفاده کنیم. توی نورپردازی فضای پذیرایی خیلی مهمه که ما بتونیم از چند نور مختلف استفاده بکنیم و مهمترین نور و منبع نورمون هم لوستری که از سقف آویزون میشه. حالا توی این بخش میخوایم با نورهای مختلف آشنا بشیم و ببینیم که هر کدوم از این نورها چه مقدار نوری رو در فضای ما پخش میکنن. خب اولین نوری که میبینیم نور لوستر هستش که میبینیم تقریبا کل فضای ما رو این نور احاطه کرده. حالا در کنار لوسترها میتونیم ما از نورای کاربردی و نورای تزئینی مثل آباژورها، هالوژن‌ها هم استفاده بکنیم که تو عکس‌های بعدی مقدار نور اونها رو هم ما بررسی می‌کنیم. این لوستریه که شما دارین می‌بینیم و از لامپ‌های مختلف استفاده شده درونش، پس نور زیادی رو به فضای ما پخش میکنه. نور بعدی نور سقفیه که یه لامپ معمولیه و این لامپ هم میتونه جایگزین حالا لوسترهای ما باشه، چون مقدار نوری که پخش میکنه هم به همون مقدار میتونه زیاد باشه. پس نورهای سقفی و نورهای لوستری میتونن برای فضای پذیرایی ما نور اصلی به حساب بیان و حتما باید توی فضامون ازش استفاده بکنیم. این نور هم همینطور نور سقفیه که به سقف چسبیده و این نورها منبع نور اصلی ما به حساب میان، لوسترها، لامپ‌ها و نورهای سقفی. خب ما اگر حالا در کنار وسیله هامون کنسول، آینه، میز کنار مبلی
از این جور وسیله ها داشته باشیم، خب بهتره که از منبع‌های نوری مختلف استفاده بکنیم. خب اینجا ما کنسول داریم، پس روی کنسولمون میتونیم از آباژورها استفاده بکنیم. آباژورها همونطوری تو عکس میبینیم اگر بالاشون باز باشه هم به پایین هم به بالا نور پخش میکنن. کنار پنجره هامون هم میتونیم از نورهایی که از حالا ما نورهای زمینی بهشون میگیم، نورهایی که روی کف پنجره بارگذاری شده، میتونیم از این نورها استفاده بکنیم و حاشیه پنجره هامون رو نور پردازی بکنیم. ما اینجا یه شومینه رو میبینیم، پس یه فضای دنجی داریم. توی این فضای دنجمون 2 تا مبلمان داریم. پشت مبلمان 2 تا دیوار وجود داره که ما میتونیم برای اینکه اون فضا رو به یک فضای تأکیدی تبدیل بکنیم، میتونیم از پشت مبلمان ها به عنوان منبع نوری استفاده بکنیم. همینطور روی شومینه هم میتونیم استفاده بکنیم که تو عکس بعدی میبینیم. این نورها معمولا روی سقف کار میشن و حالا میتونن هم نورهای مخفی باشن، هم نورهایی که روی خود سقف میتونیم ازشون استفاده بکنیم، مثل حال LED یا هالوژن ها، و میبینیم که فضای سقف رو نورانی میکنن. اینجا ما یه آباژوری رو داریم که منبع نوریش به سمت بالاست و سقف رو نور پردازی میکنه، خیلی هم بلنده. و اینجا کنار پنجره هامون و پرده هامون ما میبینیم که میتونیم از هالوژن ها استفاده بکنیم و روی پرده هامون رو هم نور پردازی بکنیم و بسیار شکل و زیبا میشه. همینطور زیر پرده هامون هم میتونیم از این منبع های نوری استفاده بکنیم. میبینیم که پرده چقدر زیبا شده. اینجا مدل های مختلف نور پردازی رو داریم روی پرده میبینیم دیگه. اولیش از بالا روی سقف بود، بعد اومد روی پرده ها. حالا دقیقاً بالای هر کدوم از پرده ها یه منبع نوری قرار میگیره. اینجا ما منبع نوری ها رو میبینیم که پایین تر از سقف ما هستن. ممکنه ما سقف کاذب داشته باشیم، پس این سقف های کاذب زیرشون میتونه نور پردازی بشه و کل فضای ما رو نورانی بکنیم. اینا نورای زمینی هستن، یعنی ما یه منبع نوری هایی داریم که روی زمین میتونیم ازشون استفاده بکنیم، مثلا آباژورهای زمینی. اینجا دارین شما لکه گذاری های یک منبع های نقطه‌ای رو میبینید، مثل هالوژن ها. هالوژن ها نورای نقطه‌ای به ما میدن، پس فضامون رو به صورت نقطه‌ای نورانی میکنن. اینجا داریم نورهای مخفی رو میبینیم که از حاشیه ها نور به سقف ما انداختن. حالا این حاشیه ها باعث میشن که روی دیوارهای ما هم نور پردازی بشه، پس گزینه مناسبی میتونه باشه برای فضاهایی که هم میخوان حاشیه سقفشون نورانی بشه، هم روی دیواراشون. خب در کنار مبلمان ما تابلوها رو هم داریم. روی تابلوها هم خب بهتره که ما بتونیم نور پردازی بکنیم. پس اینجا میبینیم که بالای اون تابلویی که نصب شده ما نورای نقطه‌ای انداختیم و روی تابلومون داریم تاکید میکنیم. اینم شومینه‌ای که خدمتتون عرض کردم. شما میتونید بالای شومینه‌تون یا روی اون قسمتی که دیوار شومینه است هم نور پردازی از سمت بالا داشته باشید یا نور پردازی از سمت پایین، یعنی 2 نوع مختلف میتونید شما روی شومینه‌تون نور پردازی داشته باشید. همینطور روی کف شومینه ها، روی حاشیه‌ای که دور شومینه هست میتونید این نور پردازی انجام بشه. همینطور روی اون پیشخونی که روی شومینه هست هم میتونیم این نور پردازی رو داشته باشیم. شکل‌های مختلف نور رو داریم میبینیم که به چه مقدار نور و تا کجا میتونه نور ادامه داشته باشه. همینجور کنار شومینه ها علاوه بر اینکه روی دیوارها میتونیم این کار رو انجام بدیم، خود حاشیه شومینه هم میتونیم نور پردازی داشته باشیم. آباژورهای زمینی که استفاده میکنیم اگه پایه‌دار باشن، خب میتونن یه منبع نوری خیلی خوبی برای فضای نشیمنمون باشن که هم به سمت بالا هم به سمت پایین
میتونن نور رو پخش بکنن. همینطور از اطراف خود آباژور هم ما میتونیم این نور رو داشته باشیم. حالا اگر میزهای کنار مبلی داشته باشیم میتونیم از آباژورهای رومیزی استفاده بکنیم که اونها هم اگر دوتایی در کنار مبلمان استفاده بشن خیلی قشنگتر میشن و اینکه منبع نوریشون خب حالا یه مقدار کمتر از آباژورهای پایه‌دار هستش. ممکنه که این آباژورها منبع نوریشون خیلی قوی باشه و تا سقف هم شما این نور رو بتونین داشته باشین. ما یه نوع لامپ داریم که از سقف آویزون میشه و به اون نقطه‌ای که میخوایم تاکید میشه. این نورها هم خیلی الان ترند شدن و حالا روی اون میزی که داریم، روی اون تابلویی که داریم، روی اون وسیله‌ای که ما میخوایم روی زمین قرار بدیم میتونیم از این لامپ ها استفاده بکنیم که از سقف آویزون میشه و اون نور رو روی اون حالا جسم، میز، هر چیزی که هست پخش میکنه. این هم لامپ هاییه که به صورت حبابی روی فضای ما هستش و کل فضای ما رو به صورت یک دست نور پردازی میکنه. لامپ های حبابی یا شیشه‌ای میتونن اون قابلیت رو داشته باشن که کل فضاتون رو به صورت یک دست نور پردازی بکنن. روی تابلوها گفتیم ما میتونیم از نورهای نقطه‌ای استفاده بکنیم یا از لامپ‌های ریلی که روی نمایشگاه میتونیم ببینیمشون. توی فضاهای منزل هم میتونیم ازشون استفاده بکنیم. ولی به صورت تأکیدی میتونیم بالای تابلومون هم همچین نوری رو داشته باشیم و کل تابلومون رو نور پردازی بکنیم و بهش تأکید بکنیم. حالا اگر این تابلو روی شومینه ما باشه خب نور پردازیمون هم روی شومینه انجام میشه. ما میتونیم روی قرنیز هامون یا روی حاشیه کف زمینمون نورهای نواری داشته باشیم و زمینمون هم حاشیه دیوارهاش رو نور پردازی بکنیم و از این منبع نوری استفاده بکنیم که بسیار بسیار زیبا میشه. همینطور از نورهای نواری میتونیم در حاشیه سقفامون استفاده کنیم. مثلا نورهای SMD میتونن به این زیبایی و ظرافت فضای کف دور قرنیزا، دور سقف‌ها رو نور پردازی بکنن. حالا یه مدل نور دیگه میبینیم که روی شومینه از دیوار کوبایی هستش که روی شومینه نصب شده و داریم میبینیم که چطور میتونه شومینه رو نور پردازی بکنه. میتونه کنار شومینه باشه، دیوارهای کناری شومینه باشه. یه سری دیوار کوب هم داریم که ما خب هم میتونه به سمت پایین نور پخش کنه، هم میتونه به سمت بالا پخش کنه که اینجا داریم نورایی رو میبینیم که به سمت بالا پخش شدن. خب دیوار کوب هم خیلی استفاده های مختلفی داره. روی انواع دیوارا میتونیم ازش استفاده بکنیم و منبع نوری بسیار قوی میتونه برای دیوارای ما باشه. میبینیم این مدلش مدلیه که هم از بالا هم از پایین نور رو پخش میکنه. اینا معمولا نورای شیشه‌ای هستن که چون خود نور از شیشه هم بیرون زده میشه، به خاطر همین کل اون قسمتی رو که دیوار کوب زده شده ما میبینیم نورانی شده و نورای تأکیدی به سمت پایین و بالا نیستن. ممکنه توی یه قسمتی از فضا ما شلف داشته باشیم. خب توی شلف ها میتونیم از این نورا استفاده بکنیم. مثلا یه سری لامپ هایی رو بذاریم اونجا. حالا اگر مثلا شمع میتونیم بذاریم، خود این شمع ها هم میتونه یه نوع نور باشه که توی این شلف ها ازش استفاده بکنیم. میتونیم زیر هر کدوم از این تخت چوبایی که توی شلف ها استفاده میکنیم از این نورهای مثلا SMD استفاده بکنیم و نور پردازی های خیلی ریز روی این شلف ها داشته باشیم. زیر این کتابخونه‌ها یا پیشخونه‌ها نباید فراموش بشه. از کنار دیوارهاشون هم ما میتونیم نورها رو پخش بکنیم. همین نورهایی که به صورت تأکیدی روی اون جسم یا شیئی که توی شلف ها استفاده میشه میتونیم پخش بکنیم و بهش تأکید بکنیم. و همچنین از روی سقف
هر کدوم از طبقات شلف هم میتونه این نور پخش بشه. میبینی این نور مخفی زیر هم بسیار این فضا رو زیبا کرده. این نور مخفی حالا از پایین طبقات شلف تابیده شده به سمت بالا و اینجا میبینیم که این تابلو دور تا دورش نورانی شده، یعنی پشتش ما نور پردازی کردیم و کل این تابلو پشتش نور پردازی شده. اینجا ما پرده رو داریم میبینیم که علاوه بر اینکه روی خود پرده ها ما میتونیم نور پردازی بکنیم، پایین و بالای اون قسمت پنجره هم ما میتونیم این نور پردازی رو داشته باشیم و این نورهای بسیار تأکیدی و تزئینی میتونه چند برابر فضای شما رو زیباتر بکنه. یعنی بسنده نکنین به یه نور سقفی یا هالوژن ها. ببینید چقدر از نورهای مختلف میتونیم تو فضاهای مختلف استفاده بکنیم. خود حاشیه پنجره ها بالاش میتونیم از این نورها استفاده بکنیم و در آخر اینه که شما میتونید از چند نور مختلف تو فضاتون استفاده بکنید. نورهای سقفی، نورهای تأکیدی، آباژورها و حالا هالوژنان، دیوارکوبا، از مجموع اینا باید توی فضاتون استفاده بکنید و همش رو هم به یک کلید و پریز وصل نکنید. کلیدهای مختلف برای هر کدوم داشته باشین که بتونیم از نورها به صورت بهینه استفاده بکنیم و نخواهیم که همه رو با هم روشن یا خاموش بکنیم. نورپردازی آشپزخونه. نورپردازی آشپزخونه باید هماهنگ با طراحی داخلی ما باشه و قسمت مهم اون کانتر که در ارتباط با سالن غذاخوری یا نشیمن ما هستش نیاز به یه نور متمرکز داره. بهتره که توی این فضا از لامپ‌های سقفی استفاده بکنیم و همچنین از لامپ‌های کم مصرف استفاده بشه که انرژی کمتری مصرف کنیم و سیو انرژی داشته باشیم. توی فضای آشپزخونه این خیلی مهمه که ما بتونیم از لامپ‌های استفاده بکنیم که کم مصرف باشن، انرژی کمتری مصرف کنن و اندازه کوچیکتری داشته باشن که هم فضای آشپزخونه‌مون چون خودش گاز داره و ممکنه که گرمتر از بقیه جاها به نظر برسه، فضا رو بیش از اندازه گرم نکنن. و نورپردازی بسیار بسیار مهمی داره چون که ما تو قسمت‌های مختلفش داریم کار مختلف می‌کنیم. اولین نوری که خب ما میتونیم فراموشش نکنیم همون لامپ‌های سقفی و هالوژنی هستن که ما بالای آشپزخونه‌مون، بالای کابینت‌های بالاییمون میتونیم از این لامپ‌ها استفاده کنیم چون کابینت‌های بالایی معمولا نزدیک به سقف هستن و یه قسمت تاریکی رو ایجاد میکنن. پس خوبه که ما بتونیم این نورا رو داشته باشیم. یا توی این عکس می‌بینیم نورا جلوترن و خود کابینت‌های بالایی نور پردازی کردن و خود کابینت‌های بالایی نور پخش شده بهش و روشن شده. اینجا کانتر آشپزخونه رو می‌بینیم. خب کانتر آشپزخونه یا جزیره آشپزخونه یه قسمت خیلی مهمی که با پذیرایی و نشیمن در ارتباطه و روی اونجا ما میتونیم صندلی‌های مختلف کانتر بذاریم و ازش به عنوان میز صبحانه یا میز حالا نهار ازش استفاده کنیم. پس خیلی مهمه که یک منبع نوری قوی داشته باشه. توی این قسمت میتونیم از نورهای سقفی یا لوسترهای سقفی استفاده بکنیم و اونا رو آویزون بکنیم. خب مقدارش باید پایین تر از لوسترهای معمولی باشه، حدوداً 1 متر، این 1 متر تا 75 سانتی متر اینجا باید فاصله باشه بین اون لامپ و لوستری که روی کانتر قرار میگیره و این نیست. معمولاً یه همچین مقداری رو براش در نظر میگیرن. حالا بجز اون که میتونیم از لوستر استفاده بکنیم، میتونیم از لامپ سقفی و آویزی استفاده بکنیم که مثلا 3 تا لامپ آویزی میتونیم استفاده کنیم و کانترمون رو نورانی کنیم. یه قسمتی که اصلا نباید فراموش بشه و خیلی مهمه که بهش توجه کنیم بین کابینتی هامون هستن و این بین کابینتی ها خیلی مهمه که هم زیر کابینت های بالایی هم روی اون نقطه تقاطع دیوار و کابینت بتونیم ما نورای مخفی استفاده بکنیم و بین کابینتی هامون رو روشن بکنیم. خب علاوه بر اون میتونیم از لامپ های سقفی و به سقف چسبیده استفاده کنیم که این منبع نوری میتونه حالا سقفمون رو روشن بکنه، کل فضامون رو به یه شکل روشن بکنه. میتونه تو قطعات مختلف باشه، میتونه روی یک قطعه باشه.
نورای مخفی که دور تا دور آشپزخونه استفاده میکنیم خیلی مهمن که ما بتونیم حالا با کلید پریزهای مختلفی که قرار میدیم، مثلا صبح هست یه مقدار تاریک فضا فقط بخوایم از این نور مخفی ها استفاده بکنیم، یا شب میخوایم یه وسیله‌ای برداریم نخوایم همه لامپ ها رو روشن بکنیم، این نور مخفی ها خیلی میتونه کمک بکنه. نورهای هالوژنی هست، میتونیم از نورهای هالوژنی توی فضای آشپزخونه استفاده کنیم، بستگی به طراحی داره. و اینا نورهای مخفی که خب حالا سقف کاذب خورده و توش از نور مخفی استفاده شده که خیلی گزینه مناسبی میتونه برای آشپزخونه باشه. یه گزینه هم وجود داره که روی کانتر آشپزخونه و اون جسمی که روی کابینت ها هست ما بتونیم از نورهای مختلف استفاده بکنیم و اونها رو به سمت بالا پخش بکنیم. خب خیلی گزینه مناسبی شاید برای ما که از این کانتر آشپزخونه خیلی استفاده میکنیم نباشه. اینجا میبینیم که ممکنه که از آسمان مجازی استفاده شده باشه و نورای سقفی که به صورت یک دست توی فضامون هستن و کل فضامون رو به صورت یک دست نور پخش میکنن. اینجا هم نور مخفی ها رو میبینیم که از حاشیه دیوارا پایین اومده و هم سقفمون رو نورانی کرده هم دیوارامون رو نورانی کرده. اینجا ممکنه قسمت هود ما باشه که هود ما خیلی مهمه که پایینش نور داشته باشه و روی گاز ما اون نور پخش بشه، چون وقتی روشنه ما میتونیم از نورش استفاده بکنیم و فضای گازمون رو بهتر و نورانی تر ببینیم. میتونیم حاشیه پایینی دیوارامون رو مثل قرنیزایی که تو آشپزخونه حالا قرار میگیری یا پایین کابینت هامون رو میتونیم اون قسمتیش که بازه رو نورانی بکنیم. اینجا روی خود کابینت ها رو میبینیم که میتونیم نور پردازی بکنیم که خیلی توصیه نمیشه. قسمت پایین جزیره آشپزخونه که به عنوان میز ازش استفاده میکنیم خیلی مهمه که نور داشته باشه. نورای رومیزی رو ما اینجا میبینیم که میتونیم از نورای رومیزی هم به عنوان نورای کمکی توی فضامون استفاده بکنیم. این هم نورای زمینیه که پایین قرنیزای آشپزخونه و پایین اون قسمتی که کابینت ها قرار میگیرن نور پردازی شده و میبینیم که نور چجوری توی زمین نور پخش شده. میتونه اون نورایی که اون زیر استفاده میشه نورای نواری نباشه، نورای نقطه‌ای باشه. این قسمت هم قسمت بالای کابینت های بالاییه که میبینیم نور پردازیش کردیم. اگر خب کابینت ها تا بالای سقف بیاد بهتره از روی کابینت ها نور پردازی کنیم، دیگه اون بالای کابینت احتیاج نمیشه که نور پردازی کنیم چون کابینت ها یک دست تا بالا اومدن. اینجا نورایی رو میبینیم که به صورت نقطه‌ای روی کابینت های بالاییمون قرار گرفتن. سقفی آویزون شدن مثل نورای ریلی که بهتون گفتم. این نورای ریلی میتونن حالا جابجا بشن، هم روی کانتر رو نور پردازی کنن هم روی کابینت ها رو. این قسمت هم میبینیم که اون روی کابینتمون روی کابینتی همون نور مخفی اجرا شده و این نورها به صورت نورای مخفی هستن که خب اون نور ممکنه LED باشه که قوی تر باشه، اینا نورای SMD باشن که خب نورای ضعیف‌تری هستن. نورای نقطه‌ای رو ما میتونیم زیر کابینت استفاده بکنیم و به صورت نقطه‌ای نور پخش بکنن و نورای مخفی که زیر کابینت استفاده میشه و قسمت جلویی کابینت های بالایمون هستن و فقط بالای کابینت هامون رو نور پخش میکنن. نورای نقطه‌ای که روی زمین جزیرمون نصب شدن و در مجموع از همه این نورها میتونیم استفاده بکنیم یا از بخشی از اونها توی این فضا همون استفاده کنیم.
توی قسمت ناهارخوری که میتونه هماهنگ با آشپزخونه‌مون باشه، خیلی مهمه که ما از لامپ‌های سقفی استفاده کنیم که میزمون رو به صورت کامل نورانی کردن. و گفتم مقدار اندازه‌ای که این لامپ‌ها باید فاصله داشته باشه تا روی میز 75 سانتی متر تا 1 متر هست و اندازه معقولش همون 75 سانتی متره. این لامپ ها رو حالا میتونه مدل‌های مختلفی باشه، میتونیم از جای دیگه ما این نور رو بگیریم. خب ممکنه دقیقاً بالای ناهارخوریمون ما سیم برق نداشته باشیم که بتونیم لامپ پخش کنیم، میتونیم از جای دیگه این سیم رو بگیریم و روی میز ناهارخوریمون این لامپ رو داشته باشیم، چون خیلی مهمه. میتونیم از لامپ های زمینی در کنار میز ناهارخوریمون استفاده کنیم. خب نورش ممکنه که یه مقدار کمتر باشه، ولی فقط کافی نیستش که ما از این نور فقط استفاده کنیم، حتما باید نور آویزی روی میزمون وجود داشته باشه. در کنار نور آویزی میتونیم حالا از اون شمع‌ها یا نورای رومیزی که روی میزمون قرار میدیم هم استفاده بکنیم. اینجا میبینیم که نوراش خب مختلف. میتونیم از لوستر استفاده بکنیم که خب مقدار بیشتری از فضای ناهارخوریمون رو نور پخش میکنه. اندازه معقولش که میبینید 76 تا 96 سانتی متر اندازه استانداردشه. خب اینجا هم از نورهای سقفی رو داریم میبینیم که به صورت تأکیدی روی هر قسمت از میز، مثلا اگر 3 نفره باشه 6 نفره باشه، تو هر قسمت یک لامپ رو آویزون کردیم و این بخش رو نورانی کردیم. اینجا از نور رومیزی بسیار محدود و نقطه‌ای استفاده شده. اینجا از یک لامپ لوستری آویزی استفاده شده که هم مثل لوستر عمل میکنه، همین که آویز شده روی میزمون و اون اندازه استاندارد رعایت شده و کل فضامون رو هم نورانی کرده. اینجا یه فضای ناهارخوریه که ما داریم می‌بینیم از چند نوع نور استفاده شده: نورهای هالوژنی، لوسترا، دیوارکوبا. ممکنه یه کنسول توی فضای ناهارخوریمون داشته باشیم. خب میتونیم روش از آباژورها استفاده بکنیم و اون قسمت که تابلو داره هم نورانی بکنیم. همینطور نور لامپ آویزی هم میتونه یک نور مهم توی فضای ناهارخوریمون باشه. ریسه های نوری رو میتونیم روی فضای میزمون استفاده کنیم. پس به عنوان نورهای تزئینی ما نور ریسه‌ای رو داریم، شمع‌ها رو داریم، آباژورها رو داریم، نورای رومیزی رو داریم که میتونیم استفاده بکنیم، مثل این آباژورهای رومیزی، مثل این نورهای زمینی که روی میز قرار گرفتن و حالا نورهای شمع که اینجا میبینیم 5 تا نوره، اونجا 3 تا نور داشتیم. نور بیشتر و یک دستری رو برای این قسمت ما میارن و اینجا هم از نورهای تأکیدی و تزئینی روی میز استفاده کردیم و در مجموع که میتونیم از تمام اینها توی فضای ناهارخوریمون استفاده کنیم. نورپردازی اتاق خواب. از اونجایی که اتاق خوابا بیشترین فضایی هستن که به آرامش احتیاج دارن، معمولا به یک منبع نوری اصلی نیاز دارن که از چراغ‌های سقفی تامین میشه. اتاق خوابا نیاز به نورهایی با رنگ‌های گرم و ملایم دارن که هم فضا رو گرمتر بکنن، هم به فضا انرژی و آرامش بدن. توی فضای اتاق خوابمون هم میخوایم ببینیم که چند نوع نور هست که میتونیم توی فضای اتاق خواب استفاده کنیم. مثل نور داریم که به صورت نقطه‌ای پشت تخت قرار میگیرن و بالای تخت رو نورانی میکنن. یه سری نورای نقطه‌ای داریم که از اون قسمت پیچخونه بالای تخت آویزون شدن و اون روی تخت رو نورانی کردن. نورهای کنار میزی یا اونایی که روی میز قرار میگیرن رو داریم که به صورت حبابی هستن و کل اون قسمت کنار تختمون رو نورانی کردن. آباژورها رو داریم که به صورت معمول در کنار تخت قرار میگیرن. آباژورهایی داریم که نورشون بیشتره و سقف رو هم نورانی میکنن.
نورهایی رو داریم که از سقف آویزون میشن به جای آباژورها و روی این میزها تاکید میشن و اونها رو نورانی میکنن. لوسترها رو داریم توی اتاق خوابمون که کل فضامون رو نورانی میکنن و خیلی مهمه که نورهایی که توی اتاق خواب استفاده میشه نورهای آرام و روشنی باشه. نورهای سقفی رو داریم اینجا که میبینیم کل فضامون رو نورانی کردم و لامپ های آویز رو. نورهای حبابی رو داریم، لامپ های حبابی رو که میبینیم به صورت یک دستر و خیلی ملوتر فضامون رو نورانی کردن. نورهای مخفی دور سقف رو داریم. نورهای مخفی رو داریم که توی سقف‌های کاذب ما قرار میگیرن. یه سری نور داریم که به صورت پایین تر از نورهای کاذبمون قرار میگیرن و اون تیکه‌ای که حالا سقف کاذب قرار گرفته رو نورانی میکنن. نورهایی رو داریم که از حاشیه دیوارهامون از سقف کاذبمون پخش شدن و هم که حاشیه سقفمون رو و حاشیه دیوارهامون رو نورانی کردن. نورهای قرنیزی رو داریم که دور تا دور اتاقمون رو نورانی میکنن. نورهای تأکیدی داریم که روی تابلوهایی که در اتاق خوابمون قرار گرفتن پخش میشن و نصب میشن. نورهایی رو داریم ممکنه که شما توی فضای اتاق خوابتون حالا به جز پنجره قسمتی رو داشته باشید که تو رفتگی باشه و یه جسمی رو حالا یه شیء رو اکسسوری رو توش قرار دادیم و میخواین که به اون اکسسوری نور پخش بشه. میتونیم از یه نور نقطه‌ای استفاده بکنیم و روی اون اکسسوریمون تاکید داشته باشیم. نورهایی رو داریم که در کنار پنجره هامون روی پرده ها نصب میشن و پرده هامون رو نورانی میکنن. بالای پرده ها روی سقف قرار میگیرن و به صورت تأکیدی روی پرده هامون نور پخش میکنن. حالا این نور میتونه تکی باشه فقط بالای پرده ها. پشت تختمون میتونیم نورهای مخفی نصب بکنیم و حاشیه تختمون رو نورانی بکنیم و نورهای آباژورهای مختلف که نورهای مختلفی رو داره. اینجا نور کمتر، نور متوسط‌تر و نور بیشتری رو میتونیم آباژورهای مختلفی رو انتخاب بکنیم که داشته باشن. پایین تختمون میتونیم از این نورهای مخفی استفاده بکنیم. همینطور پایین کنار تختیامون میتونیم از نورهای مخفی استفاده بکنیم. از دیوار کوب‌هایی میتونیم به جای آباژور استفاده بکنیم که خب پایین‌تر نصب میشن در کنار تختیامون. بالاشون این لامپ‌ها نصب میشن. دیوار کوبا میتونه طوری باشه که این دیوار کوبا هم کنار تختی‌ها رو نورانی بکنه، هم روی خود بالش‌ها یا روی خود تخت تاکید داشته باشه. کمد دیواری داخل اتاقمون هم میتونه نور داشته باشه. پایینش میتونه نور مخفی نقطه‌ای داشته باشه، بالاش میتونه نورهای نقطه‌ای و هالوژنی که روی خود کمد دیواری ها نور پخش میکنن باشه. خود حاشیه دور تا دور همه درا میتونیم نور بذاریم. پایینش میتونیم نور مخفی بذاریم، بالاش میتونیم نور مخفی بذاریم و کلا این قسمت از اتاقمون که شامل کمد دیواری ها هم میشه میتونیم نور پردازی کنیم. نورپردازی سرویس بهداشتی از اون جهت که هیچ منبع نوری برای روشنایی نداره خیلی حائز اهمیته. تو این فضا هیچ اثری از افتادن سایه و تاریکی روی چهره فرد نباید باشه و همه افراد باید بتونن با نور کافی و مناسب از این فضا استفاده بکنن. کنار لامپ‌های سقفی که در این فضا استفاده میشه، نورهای کنار آینه هم توصیه میشه. نورهای سرویس بهداشتی هم گفتیم به اون جهت خیلی مهمه نورپردازیشون، چون منبع نوری مستقیمی ندارن و منبع نور طبیعی ندارن که فضامون رو روشن بکنن. پس خیلی مهمه که نورپردازی درستی داشته باشیم توی سرویس بهداشتی و حموممون. این قسمت از وان شروع کردیم که خب بالای وان میتونیم لامپ‌های سقفی نصب بکنیم و اون وانمون رو روشن بکنیم. از نورهای نقطه‌ای میتونیم بالاش استفاده بکنیم که به صورت تأکیدی روی وانمون قرار بگیرن. پایینش میتونیم نورهای نقطه‌ای مخفی بذاریم. میتونیم نورهای سقفی مخفی رو در کنار وانمون داشته باشیم، هم زیرش هم بالاش.
میتونیم از نورهای استفاده کنیم که کل دیوار وانمون رو نور پردازی میکنن، مثل آسمون مجازی ها که به صورت یک دست ما میبینیم که میتونیم این نور رو پخش کنیم روی دیوارمون. نورهای نقطه‌ای وجود داره که میتونه مثل هالوژنا باشه. روی خود وانمون میتونیم این نورها رو قرار بدیم. البته نصبشون خیلی مهمه، چون باید نورها جایی نصب بشن که خیلی آب بهشون ضرری نرسونه. ممکنه در کنار حالا وانمون ما حالا میتونه دوشم باشه، یه قسمتی رو داشته باشیم تو رفتگی وجود داشته باشه و روش بخوایم حالا وسیله ها، شامپوها و چیزایی که لازم داریم رو بذاریم و میتونیم توی اون قسمت رو نورپردازی نقطه‌ای قرار بدیم. در کنار روشویی و آینه‌ای که بالای روشویی قرار میگیره، ما حتما باید بدونیم که سمت راست و چپش ما حتما نور مثل نورهای کنار آینه‌ای داشته باشیم که فقط از بالا نور تابیده نشه، چون وقتی از بالا نور تابیده میشه یه سایه تاریکی رو ایجاد میکنه که ممکنه که اون آدما نتونن حس خوبی بهشون دست بده. پس در کنار آینه ها ما باید از حالا دیوار کوبا یا نورای مخفی استفاده بکنیم. میتونیم دور تا دور آینمون رو نور پردازی بکنیم که به صورت یک دست پخش میکنه. میتونیم از دیوار کوب هایی که کنار آینه قرار گرفتن استفاده بکنیم. این دیوار کوبا میتونه روی آینه هم حتی نصب بشه. حالا مدلاش فرق میکنه دیگه. اونجا یه مقدار یه حالت لامپ مانند و آباژور مانند داشت. اینجا نورای صاف و یک دستری رو میتونیم به وسیله لامپ های مستطیلی یا مربعی شکلمون داشته باشیم. اینجا از نورای نقطه‌ای استفاده کردیم در حاشیه آینمون. میتونیم از لامپ های آویزی که از سقف هم آویز میشه هم استفاده بکنیم. اگر حالا دیوار داشته باشه، به جای اینکه در کنار آینه ها ما این دیوار کوبا رو نصب کنیم، میتونیم روی دیوار کناری این روشویی ما نورامون رو نصب بکنیم. و نوری که از بالا روی روشویی تابیده میشه که من توصیه میکنم در کنار این لامپ از لامپ های دیگه مثل دیوار کوبا هم استفاده بکنیم. اینجا نورای نقطه‌ای هم روی آینه قرار گرفتن. نورای سقفی که از بالا روی آینه تابیده میشن. اینجا یه نور تأکیدی مستطیلی شکل بالای آینمون داریم. توی اون قسمت که حالا ورودی فضامون میشه هم ما باید نور سقفی یا نورای تأکیدی یا نورای نقطه‌ای و مخفی داشته باشیم. میتونیم از دیوار کوبا هم استفاده بکنیم. این نوره میتونه از دیوار کناری باشه. این بستگی به طراحی فضای خودتون داره که چطور میتونید این نورها رو توی اون قسمت ورودی فضاتون داشته باشین. روی قسمت روشویی ما زیرش میتونیم از نورهای مخفی استفاده بکنیم. قسمت پایین روشویی که به زمین میخوره ممکنه یه فاصله وجود داشته باشه، اون فاصله رو میتونیم نور مخفی بکنیم. اگر ما یه سنگ جداگانه‌ای برای روشوییمون داشته باشیم، میتونیم پایین روشوییمون رو هم حتی این سنگ روشویی رو نور پردازی بکنیم. میتونیم حاشیه دور تا دورش رو نور پردازی بکنیم. اینجا فقط یه روشویی رو میبینیم که بالا نصب شده، زیرش نور مخفی خورده. همه اینا توی طراحی مشخص میشه. اگر یه آینه‌ای داشته باشیم، پایینش یه فضا و محفظه‌ای وجود داشته باشه، میتونیم اون محفظه رو به صورت جداگانه نور پردازی بکنیم. نورهایی که از دیوار بالا و پایین روشویی نصب میشن. و در قسمت حالا اون قسمت توالتمون هم میتونیم روی دیوارهامون، حاشیه دیوارهامون نور پردازی داشته باشیم یا کل اون دیوارمون رو نورانی بکنیم. اگر قسمتی داریم که تو رفتگی وجود داشته باشه، اون قسمت رو میتونیم نور مخفی بزنیم، نور نقطه‌ای بزنیم. نورهای تأکیدی که مخصوص اون قسمت هستن که هم دیدیم توی وان داریم، هم قسمت روشویی، هم قسمت توالتمون، میتونیم از این نورهای سقفی استفاده بکنیم. اگر حالا یه کانتری پشت توالتمون داریم، میتونیم نورانیش بکنیم. پایینش میتونیم نور مخفی بزنیم. از بالاش میتونیم لامپ‌های سقفی استفاده بکنیم. و در کل خیلی مهمه که
برای هر کدوم از قسمت هایی که داریم نورهای مختلف رو استفاده بکنیم. خب امیدواریم که با نکات این جلسه بتونید یک نورپردازی عالی و مناسب داشته باشید. قسمت بعدی رو از دست ندین که یکی از پرطرفدارترین نکات دکوراسیون رو میخوایم بهتون بگیم. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.